سلام و وقت بخیر خدمت تمام دوستایی که در برنامه امروز اشتراک کردن. بسیار خوشحال هستم که یک بار دیگه فرصت از را یافتیم که در خدمت شما باشیم با یک برنامه این بار اندک متفاوت‌تر و در ادامه برنامه قبلی. برنامه امروز ما در حقیقت در نتیجه تقاضای مکرر دوستانی است که امسال اپلای کردن و میخواستن در رابطه با نوشتن پرسونال استیتمنت به دانشگاه یک مقدار وضاحت برشان داده شود. ما کوشش میکنیم در برنامه امروز تجربیاتی که خود ما داشتیم از سالهای مختلف، از می روشی که ما بورسیه گرفتیم و به دانشگاه قبولی گرفتیم، تجربیات خود با شما شریک بسازیم. قسمی که در برنامه قبلی هم گفتیم اینا چیزایی است که ما خود ما تجربه کردیم، راهی است که ما خود ما رفتیم و کوشش میکنیم که هم تجربیات داریم رو با شما هم شریک بسازیم. قبل از این برنامه را شروع کنیم، ما یک چند موضوع را داوری میکنم. در قسمت اولی که برنامه ما ریکارد میشه و دوستانی که در یک برنامه که ریکارد میشه راحت نیستن میشن باز ریکاردینگ سیشن ما رو ببینن و ما در جریان برنامه مایک و کامرای اجازه نمیتیم باشه به خاطر که در برنامه اخلال وارد نشه. و در آخر برنامه وقتی که ما Q&A داریم، پرسش پاسخ داریم، ما به شما اجازه میتیم که مایک خود باز کنین و سوالاتتان رو بپرسین. و در ضمن از این در جریان برنامه شما سوالات دارین میشه در قسمت چت بپرسین و ما کوشش میکنیم که تا حد امکان را با سوالات شما پاسخ داده شود و از شما خواهش میکنیم سوالاتتان مختص کنین به پرسونال استیتمنت تا حدی که امکان داشته باشه. و چون برنامه ما در رابطه با پرسونال استیتمنت است و ما کوشش میکنیم که فقط در روی پرسونال استیتمنت امروز صحبت کنیم. در اجندا امروز ما خود پرسونال استیتمنت رو معرفی میکنیم که ساختارش چگونه است، چگونه اونا را وفق بتیم با ریکوایرمنتس یونیورسیتی و کورس مورد نظر، یکی چگونه تجربه گذشته خود و پلان آینده خود بیان کنیم و بعضی ملاحظات عمومی هم داریم و در آخر ما یک نمونه هم بر شما داریم به خاطر در سشن قبلی دوستا بسیار خواهش کرده بودن که ما نمونه داشته باشیم و در اخیر هم یک Q&A داریم. و با برگزار کنندگان برنامه امروز از سالهای مختلف هستند، از 2021 24 و 20 و 22 و ما کوشش میکنیم که در هر برنامه دوستان جدید داشته باشیم که تجربه جدید شیر کنیم. اول میایم یک معرفی کوتاه از خود دوستان میگیریم. قاسم جان میشه شما خود معرفی کنیم؟ سلام و خسته باشید خدمت دوستان، امیدوارم که صحتمند باشین. من محمد قاسم میرزایی ام. فعلا ماستری دوم خورد در مطالعه در مطالعات توسعه پایدار در دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند میخوانم. مربوط به کهورت سال 2022-23 شیونینگ میشم و ماستری اول خود در حکومتداری، مطالعات توسعه و سیاستگذاری عمومی در دانشگاه ساسکس خواندم و قبل از او هم به عنوان Development Practitioners در مؤسسات غیر انتفاعی بشردوستانه در افغانستان چندین سال کار کردم و از وقت یوکی آمدم به عنوان ریسرچر با چند تا سازمان های مختلف کار کردم و امروز هم در خدمت شما هستم که تجربیاتی که در این مسیر به هر حال کسب کردم، خصوصا در قسمت نوشتن پرسونال استیتمنت با شما شریک سازم. بسیار تشکر آقای برزایی، لطف کردین. بانو نگینه شما لطف کردین. سلام، وقت همه دوستا بخیر. من نگینه بره هستم، جبننگ آلمنای سال 2020-21. من امیدوار هستم یک برنامه خوب و خوش با هم شما داشته باشیم و تجربیات شخصی خود که شریک میکنیم برای شما مفید و مؤثر تمام شود. بسیار تشکر بانو عزیزی. سلام خدمت همکارای محترم و همچنان شما دوستا. و من ریحان عزیزی هستم. خودم ماستری اول من در بزنس ادمنستریشن در هند خواندیم. یکی از اسکالرهای فیلی که سال 2024-25 است و بسیار زیاد
علاقمند از این هستم که تجربه را که اخیراً طی پروسه داشتم با شما شریک بسازم. امیدوار هستم که بتونم مفید واقع شود. بسیار تشکر. بانو عظیمی. سلام دوستان عزیز، سعید عظیمی هستم، یک تن از چونینگ اسکولارای سال 2020-2021 و خوشحال هستم که امروز در جمع شما هستم. امیدوار هستم یک پروگرام مفید به تمام شما ارائه داده بتانیم. تشکر. بسیار تشکر از تمام دوستان. ما محمد توفیق هستم، اسکولار سال 2022-2023 و خوشحال هستم که یک بار دیگه هم در خدمت شما هستم. برنامه خود شروع میکنیم با معرفی از پرسونال استیتمنت. Hello again, everyone. I'm delighted to be presenting in this webinar today. I've got 7 minutes and I'll use my time to give you a broad understanding of what a personal statement is and why do we need it. My colleagues will later go into details on writing specific parts of a personal statement. A personal statement is one of the most important documents that you send as part of a master's degree application to UK universities. I'd say think of it as a written snapshot of who you are, what drives you, and why you're the right fit for the course. It's usually 1 to 2 pages, but it can vary by university and by the course that you apply. But as far as I have seen, most universities will require you to write up to 500 words. But before you apply to any course, make sure you double check with the university how many words are you allowed to write? What is the word limit? Because you don't want your application to be discarded only because you did not observe the word limit of that specific course. And the good thing about UK universities is that there is so much information available for each course that you apply at any UK university. So you've got adequate resources as well to find that out. I would say that a personal statement is similar to a cover letter in a job application. You express your motivation, you explain how do your educational and professional backgrounds kind of align with the course that you're trying to take, and how have they prepared you for this course. And you also explain what are your future career plans, what are you planning to achieve after you graduate for this course, because the committee evaluating your application want to know that have you done enough research about the course? Is this course the right course for you, given the career trajectory that you are thinking about or not? And more importantly, for most universities will ask you what unique contributions can you make to the cohort. Let's say that the University of Edinburgh is going to have 20 students for its upcoming MBA class, and the university wants this cohort to be as diverse as possible, not only in terms of nationality, but also in terms of the academic and professional backgrounds of the students, in terms of the skill sets that they have, because it really matters how much these people can contribute to the classroom discussions, how much diverse perspectives can we have in classroom discussions. So you need to explain what unique contributions can you make to the course that you are applying, and that's very important. If you have, let's say, a work experience in 5 different contexts, in 5 different countries, that's a good thing. You have to highlight that. If you have work experience being an entrepreneur, public sector and private sector, that's a good thing. Try to highlight that. This is the diversity that I bring to the course. If you know 5 languages, try to think how much diversity can that bring into the course that you're applying. If you're, let's say you're applying to a political science course at the University of Oxford, and you have an undergrad degree in
anthropology, try to explain how can you bring, discussions and research methods of anthropology into the discussions of power in political science. So these are all unique things. I'm sure every one of you have these unique features, and you just need to think with yourself, what is unique about me, and what does this university want for this course, and lay it down on the paper, and that's it. Okay. I would have to say that a personal statement is not a resume. You do not list all your accomplishments. You try to craft a story, and you highlight only experiences that are directly relevant to the course. If you have so many experiences, try to prioritize and write only the most important ones. Let's say that you're applying to a master's degree in private law at the King's College London University, and you have 2 years work experience in a law firm, and also at one point in your career you worked in a good restaurant for 2 years. So working in a restaurant is not bad, but if you have a more relevant experience of working in a law firm, why not prioritize that? And I would say avoid mentioning the restaurant in the personal statement unless you can make a very close connection between that work experience as a restaurant and the private law course that you're applying at King's College London. Uh, be very selective, and sometimes if you shift fields, like you come from an engineering background and you're applying for a course in business, so a personal statement is a space for you and a chance for you to explain why have you made this shift. And you have to also highlight what positive aspects does it have? What advantages does it have? You need to show to the person reading it that hey, you're thinking about the connection about these two degrees. Maybe the change of these 2 degrees is very strategic. Try to explain that strategy to the person reading your personal statement. For example, coming from an engineering background to business, you've got a lot of good problem solving skills. How will you bring them to the cohort? How will you use them in your business studies? Can we go to the next slide, please? Okay, I've got a couple of tips for you to craft a winning personal statement. I've only mentioned 4 here. First, try to be authentic. Show your true interest in the subject and program. Try to avoid like using cliches, common sentences that everyone uses. Try to be unique in your own way, and that means do not, copy sentences. Do not use, AI chatbots. They don't want to see that. They want to hear your unique voice, and you have to be authentic in that. Try to be very specific. Avoid phrases like "I love science," but rather explain why you love science. I love science because of this. Try to read my colleagues will also explain this in details after me. Try to research the program that you're trying to apply and see what do they exactly want, what sort of skill sets that do they require, what kind of background, work experience, what kind of person are they looking for, and then see do you have those features? If you see those features within yourself, try to tailor your personal statement to those specific things they're looking for. So a personal statement should be tailored to each university you're applying. As for my experience, I have written a different personal statement for every university I have applied for the past 2 master's degrees that I have, taken admission. One is completed, and I'm also the second one is also in progress.
try to be concise. Every word, every sentence in your personal statement should play a function. Every single word. Just remember this sentence. Every single word should play a function in your personal statement in a way that if you remove that word, your personal statement is missing something. Try to avoid, putting so many unnecessary words and sentences, adjectives in your personal statement that are not necessary because it's only 500 word limit and it's a chance for you to express yourself to the fullest. Can we go to the last slide? Why is a personal statement important? Admission committees receive hundreds and hundreds of applications for, let's say, a 20 student MBA class. So a lot of them might have very good grades, several years of work experience. So what differentiates you from others? The personal statement is a chance to speak to the admission committee beside, the documents that you have submitted and beyond grades. Because a lot of people have good grades. Grades do not matter a lot. Trust me, if you come to UK, even in the job market, there's so much more than the grades. So the personal statement is a way to communicate those aspects of your personality and to demonstrate your suitability for the course that you're applying. It's also a chance for you to show your commitment and passion for the course that you're applying, because they also, apart from the fact that they want people who have relevant professional and academic background who are ready for the course. They also want passionate people who are passionate to go with a 1 year intensive master's program. So it's very important to use your 500 words personal statement wisely. And a personal statement can really, really, really influence the decision of the admission committee. So try to put a lot of time into it. Try to find friends to give you comments on it. Revise it. Keep revising it until you get the final draft to submit it to the university. Thank you, and that's for me. I'll be there, and at the end, if you've got any questions, I'll be happy to answer your questions. Thank you. تشکر بسیار زیاد قاسم جان. سلام دوستان عزیز. بخش بعدی پرزنتیشن ما شیوه ساختار یا استرکچر پرسونال استیتمنت است. وقتی از پرسونال استیتمنت به یک دانشگاه در یوکی حرف یاد میشه، همه ما بسیار استرس میشیم که این دانشگاه چی بخوایم، ما چی را باید انکلود کنیم یا شامل بسازیم به پرسونال استیتمنت ما. زمانی که خودم در افغانستان بودم و پلان داشتم که از طریق بورس به خارج از کشور سفر کنم و درس خود در مقطع ماستری ادامه بدم، همیشه وقت از فول برایت و یا از چه که یاد میشد، چیزی که بسیار زیاد من استرس می ساخت پرسونال استیتمنت بود یا ایسیایی که ما و شما در افغانستان ایسی میگیم به بورسیه. ولی به مرور زمان که داخل شدم و به این بورسیا اپلای کردم، پرسونال استیتمنت یکی از اکسایتینگ ترین یا یکی از پرهیجان ترین مرحله اپلای کردن به ماستری یا به یک دانشگاه در خارج یافتم. چرا؟ به خاطر که پرسونال استیتمنت داستانی است که سرگذشت خودم باید ذکر کنم. کدام استرکچر بسیار خاص ندارم، کدام وردینگ یا کدام اصطلاحات بسیار خاص اکادمیک و تحلیلی دایی ذکر نمیشه، خودتان هستین و وقتی که ذکر از خود شخص میشه کدام درست یا غلط در نوشتار شخصی خود شما وجود نداره. همچنان کدام ایوالویشن پروسس یا پروسه ارزیابی متفاوتی نیست که شما را ارزیابی کنه که چقدر دیتای درست
انداختین، چقدر اشتباه انداختین. و این ارزیابی میشه بر اساس دانشی که شما دارین و بر اساس تجربه که شما دارین و به شکلی که شما خودتان خود ریپرزنت میکنین. منتها متوجه باشین که بعضی معلومات ها و یا مشخصات خاصی در پرسونال استیتمنت ذکر میشه که به یک فلوی لاجیکال یا به یک شیوه بسیار منطقی این نوشته شوه، ذکر شوه و تیلرد یا مشخصا طرح شوه به اساس نیازی که دانشگاه از شما خواسته یا به اساس فرمول یا استرکچری که دانشگاه از شما خواسته. سلاید بعدی دوست عزیز. به طور مثال هر دانشگاه از شما میخواهد که یک فرمول یک سوال خاصه یا یک قسمتی از سوالات خاصه در پرسونال استیتمنتتان جواب بدین. ما دو مثال از دو دانشگاه یا از دو پروگرام را در اینجا ذکر کردیم. به طور مثال دانشگاه کوین مری یونیورسیتی آف لندن پروگرام ماستریشان در رشته ماسترز آف ساینس از شما چی میخواهد؟ میگه please give a short statement that describes your academic interests, purpose, objectives and motivation in undertaking this postgraduate study. Maximum of word count is 3,500 characters or 500 words. از شما بسیار واضح برتان یک کلو داده، یک نقل داده که مشخصا چی از شما درخواست شده. و اینمی وقتی که شما پرسونال استیتمنت دان نوشته میکنین و در اپلیکیشن تان یا در پروگرام های بعدی یا قبلی امرایتان کار شده، وقتی که اپلیکیشن تان لاگین شدین در قسمت پرسونال استیتمنت امی دسکریپشن پرسونال استیتمنت در بالای امو سکشنی که شما یا اپلود کنین یا پیست کنین پرسونال استیتمنت تان ای ذکر است. بسیار عادی کاپی پیست کنین در ورد داکومنتی که بعد از او خودتان کار سر پرسونال استیتمنتتان آغاز میکنین. یا در یک پروگرام دیگه که در یونیورسیتی کالج لندن پی اچ دیش کلو داده، چی خواسته از شما؟ گفته please do not repeat information provided in the earlier sections of the form. اگر معلومات را قبلا ذکر کردین گفته در اینجا تکرارش نکنین. We are interested in why you are applying for this program, why you believe you are a strong candidate and that the program represents a good fit for you. گفته چرا شما به این پروگرام اپلای میکنین، چرا شما باور دارین که یک کاندیدیت یا یکی از اپلیکانت های موفق یا قوی به می پروگرام هستین و چطور پروگرام میت میکنه اسکلز و مهارت های شما را. در پرسونال استیتمنت همیشه وقتی که به دوستای خود ادوایس میکنم یک فرموله به یک شیوه ارائه میکنم یا برشان ادوایس میکنم. یعنی چی؟ یعنی فرمول استار میگم همیشه وقت اسمال کرافت کنین. یعنی همیشه ما شما شوندیم که سمارت باشیم، در ابجکتیف ما سمارت باشیم، در هدف ما سمارت باشیم. سمارت چی است؟ specific یعنی مشخص، measurable یعنی که قابل پیمایش، achievable قابل به دست آوردن، relevant مرتبط و timely bound به اساس تایم فریم باشه. همیشه وقتی که شما هدف به زندگی ایسی به چیونینگ مثلا پروگرام یا ابجکتیوز تان به لانگ ترم، شارت ترم یا مید ترم نوشته میکنین، یکی از تلاشای همیشگی ما باید باشه که ابجکتیو ما اسمارت باشه. به طور مثال من گفته نمیتونم که من میخوایم در 10 سال آینده ایلون ماسک شوم، چرا که اگر برتان بازم مثال هایپوتتیکال ذکر میکنیم، چرا که به نظر من اگر یکی از شما بیاین و بگوین که من میخوایم که ایلون ماسک باشم تا 10 سال آینده، واقعا سمارت نیست، مشخص است ولی میجریبل نیست، اچیویبل شاید ولی تایملی بندش نمیفهمیم. و همیشه وقتی پرسونال استیتمنت نوشته میکنین ابجکتیوز تان یا بک‌گراند که شما ذکر میکنین اکادمیک اچیومنتس تان سمارت باشه در فرمول استار. در مثال بعدی این دو دانه را ما برتان بیشتر تذکر دادیم. استار stands for situation, task, action و results. ما بازم این سلایزا شاید امرایتان شریک شوه و یا در ریکاردینگ گرفته میتونین، مگر اینجا ما داستان یکی از استادای دانشگاه طبی کابل برتان ذکر میکنم. هرچند تمام مثالایی را که ما در اینجا ذکر میکنیم از اشخاص حقیقی نیستن، ما آیدیال یا هایپوتتیکال سناریو نوشته کردیم که شما بتانین کرافت کنین ایره یا طرحش بسازین به اساس بک‌گراند خودتان. استار ان اسمارت وی یعنی چی؟
یک استاد دانشگاه است و کابل زمانی که سقوط میکنه در سال 2021 ای دنتال هایجین در دانشگاه طبی کابل درس میده. زمانی که افغانستان سقوط کرد دخترها از درس تحصیل در افغانستان سرشان بند شد، درس تعلیم و اینا به پانتونا مراجعه نتونستن و درس خود ادامه داده نتونستن. اینی یک سیچویشن شد یا یک وضعیت شد که بیانگر یک مشکل است که در فرمول استار امی سیچویشن میشه. بعد از او تی به تاسک میایه، میگه determined to address this challenge. به خاطر از اینکه اینمی مشکل حل شوه باید یک کار شوه و او کار چی رقم میشه؟ به طور مثال یا یک کورس جور میشه یا یک دیسکشن صورت میگیره یا امی شخصی که امی مشکل ذکر کرده میره امرا یک شخص دیگه به تماس میشه که بیاین یک راه حل پیدا کنیم و امی استاد دانشگاه امرای گروه از پروفسورا میشینه میگن بیاین خیلی که ما یک پلتفرم آنلاین تشکیل بدیم که دخترها را اگر در صنوف درسی حضوری درس داده نمیتونیم آنلاین برشان درس بدیم. این شد یک تاسک. سیچویشن در سر دخترها بند شد. تاسک بیاین که یک پلتفرم آنلاین به خاطر تدریس دخترها جور کنیم. اکشن we conducted their exams online and using Google Forms and maintained their progress in our internal records. به خاطر اینجا یک اکشن شد. این نفر یک اکشن گرفت، اینا را پلتفرم آنلاین جور کرد. وقتی که درس دادن در دانشگاه شروع کرد ریکارد میکرد سیشنهای خود، چرا که این استاد در دانشگاه درس داده میتونست برای شاگردای ذکور خود، فقط خانما نبودن، ریکارد میکردن در موبایل یا در کامرا و بعدا از طریق تیمز، یوتیوب، واتساپ این مواد درسی رو دوباره همراه دخترایی که آمدن نمیتونستن دانشگاه شیر می ساختن و امتحانشان چی رقم می گرفت. از امو دخترها امتحانشان از طریق گوگل فرمز آنلاین برشان روان میکرد، سوالا را رای میکرد، میگفت مثلا در یک روز بر ما جوابا را دوباره بفرستین و آزیری پیششان بود، چرا که تمام ریکاردها پیش یک استاد از دیگر ریکارد پروگرس درس شاگردا را این استاد نگاه میکنه و در نهایت چی میشه؟ با وجود از اینکه این دختران نتونستن حضوری در صنف اشتراک کنن ولی 200 شاگرد دیپارتمنت استوماتولوژی یا طب دندان دانشگاه طبی کابل تانستن 4 سمستر خود به طور موفقانه تکمیل کنن. دخترایی که صنف 4 و 5 طب دندان بودن و صنف 3 و 4 و در صنف 5 اینا واجد شرایط به ادامه درسای پرکتیکالشون در شفاخانه شدن. و امی اینیشیتیو بریر یا امو موانع را که سر تدریس دخترها مانده بود در افغانستان به یک حدی تانست که تقلیلش بده یا کمش بسازه و این دخترها تانستن درس خود ادامه بدن. ریزالتش هم در اینجا ذکر شد که 200 دختر تانست درس خود بخونه. اکشنش هم ذکر شد، تاسک یا امو اساینمنت یا کاری که باید هم میشد و سیچویشن هم به یک شکل اسمارتی که تمامی ابجکتیو در اینجا اچیفیبل بود. حالا ما میاییم سر از که با وجود از که گفتیم پرسونال استیتمنت کدام فرمول خاص نداره یا کدام استراکچر خاص نداره ولی باید یک لاجیکال فلو، یک فلوی منطقی و یا یک فلوی اکادمیک یا یک جریان معناداری را تعقیب کنه که به کسایی که ارزیابی میکنن پرسونال استیتمنت شما را بر از اونا جالب واقع شوه. پرسونال استیتمنت معمولا باید حداقل 6 سکشن شامل شوه. بخش اولش معرفی است. من همیشه وقت در سیشن های سال 2021 که به شاگردای خود درس میدادم میگفتم هوک چنگک در نظر بگیرین. چنگک یعنی چی؟ وقتی که شما یک پرسونال استیتمنت کرافت میکنین یا نوشته میکنین چی رقم میخواین که یک گیرا را به مغز خواننده وصل کنین که او پرسونال استیتمنت تانه دیگه تا آخر بخونه. 500 لغت یک پرسونال استیتمنت است و اگر 2/3 یک دانشگاه بخواه و 100 نفر اشتراک کنه تنها 200 پرسونال استیتمنت که ضرب 500 کنین چقدر لغت میشه و او خواننده زودتر کدامه بخونه. شما چطور خودتان باشین، چطور خواننده را وادار بسازین که تا آخر پرسونال استیتمنت تانه به علاقه بخونه. اولین امپریشن تان در یادتان باشه که امی هوک است و ما بعداً برتان مثال هوک آوردیم یا امی چنگکی که در ایسیتان شما ذکر میکنین که چقدر جذاب و خواندنی برای ریدر شما میشه. و وقتی که انتردکشن تانه نوشته میکنین کوشش کنین علاقه تانه، انترست تانه در شروع ذکر بکنین. اگریسیو باشین، یعنی
بسیار زیاد بعضی دوستا هستن که خواننده را دل شعو میکنه نمیکنه، مثل ستاره افغان که در مرحله آخر خوب حوصله هم اگه که تنگ میشد باز برنده را میگفت. بعضی کسا تایپ استایل نوشتنشان نمیتونست مگر در قسمت پرسنل استیتمنت دانشگاه نه تنها به یوکی بلکه در تمام دانشگاه کوشش کنین اگریسیو باشین، کوشش کنین که بولد باشین و مو پشنتان یا علاقتان در شروع ذکر کنین. یک پرسنل استیتمنت بعضی مشخصات داره. انتردکشنش و اولین مشخصیش ایست که ریلیونس یا مرتبط باشه. دوست ما قاسم جان قبلا ذکر کرد که شما شاید یک بک‌گراند متفاوت داشته باشین. به طور مثال خودم در بک‌گراند هلت درس خواندیم مگر در بک‌گراند اینترنشنال دیولپمنت کار کردیم و لینک دادن این دو دانه یکم مشکل است. همین پرسنل استیتمنت به من فرصت ایجاد میکنه که ما بیایم ذکر کنم که چرا یک شفت یا یک تغییر در اکادمیک لایف و پروفشنال لایف ما آمده. در ضمن ای باید پرسونالایز باشه یا نه نوشته خود شما باشه. و بعضی دوستا همراه ما نمونه های کاری را ذکر میکنن. قسمی که قبلا گفتیم اگر از اونا را کاپی پیست کنین یا فرمول از اونا را تعقیب کنین او شما نمیشین و پرسنل استیتمنت ارزیابی از شخص خود شماست و بسیار محتوایش انگیجینگ باشه یا دو طرفه باشه و شما کوشش کنین که این را خلاصه و معنادار نوشته کنین. سلاید بعدی لطفاً. اینجا یک نمونهش است، فقط قسمت حکم برتان هایلایت کردیم. این دوست ما به انجینیری اپلای میکردن و در شروع گفتن as the world rapidly expand the demand for innovative solutions to tackle energy challenges has become more pressing. زمانی که پاپولیشن رشد میکنه تقاضا به خاطر انرژی آپشنایی که نیازهای تمام نفوس میت کنه پیدا میشن. اینمی یک حق است. وقتی که شخص میخونه خب میگه ای برادر یا در سطح دنیا گپ میزنه چی رقم یک انسان میتونه تغییرات به دیگه افراد بیاره. جمله بعدیش هم حق، مثال بعدی هم حکم شامل است و خود انتردکشن مشخصات رو هم که گفتیم شامل است. این امرایتان شریک میشه خوانده میتونین. سلاید بعدی. قسمت دوم پرسنل استیتمنت بادی یا محتوای استیتمنت شما است. استیتمنت شما قاسم جان به طور بسیار همتو کلی و جامع برتان ذکر کردن. اولتر از همه شما قسمی که گفتیم امو دسکریپشن یا توضیح که خود دانشگاه برتان یا نقل که برتان دانشگاه داده او را ببینین و به اساس از او بعدن شما میتونین پرسنل استیتمنت تانه نوشته کنین. ولی در کل پرسنل استیتمنت معلوماتی را درباره تحصیلات قبلی شما، درباره تجربیات کاری قبلی شما میخواد. در ضمن از شما تقاضا میکنه که چطور تجربه کاری را که شما دارین، تحصیلاتی را که قبلا شما کردین و کنکت میشه یا این مرتبط است با کورس را که شما در یوکی میخوانین و شما در جریان درس و تحصیل و کاری را که قبلا انجام دادین چی اچیومنتس یا دستاوردها داشتین. دستاوردهایتان هم هایلایت کنین. به طور مثال شما مثال میگم جایزه بهترین محصل سال به دست آوردین. شما نمیتونین گفته که I was given with the best student award in like for instance 2021 ولی شما ذکر کرده میتونین کارهایی را که شما کردین که باعث شد شما و جایزه را به دست بیارین. به طور مثال شما یک رول مدل خود بودین که کارهای مثلا 20 شاگرد در قسمت کارهای خانگیشون همکاری کردین. استادا را به طور مثال همکاری میکردین که درس‌ها را ریکارد کنن یا در پروگرامی که قبلا ذکر کردم دیسپچ میکردین معلوماتای ریکارد شده را به صنفیای خانمتان. اینی پروگرام‌ها باعث شد که شما بهترین محصل سال شوین. اینی اچیومنت هایتان ذکر کنین و شما پرابلم سالوینگ به طور مثال توانایی دارین که در حل مشکل شما یک پرابلم سولور یا یک کسی که مشکلات ذکر میکنن و حل میکنن از اون مهارت ها دارین. بهتر است که ذکر کنین و در خود مثال را که بعداً ما ذکر کردیم این مشخصات آمده و خلاصه امی دسکریپشن را که برتان خود دانشگاه میده که چطور پرسنل استیتمنت تان چی مشخصات داشته باشه. امو دسکریپشن را بریک داون کنین یا تقسیمش کنین به 3-4 جز، یک چک لیست ترتیب بدین
و به اساس همون چک لیست مشخصات در پرسونال استیتمنت معلومات بگنجانین و مشخصات همین پرسونال استیتمنت بادی پرسونال استیتمنت باید مرتبط باشه، مشخص باشه، فوکس باشه. شما بسیار زیاد شاید کار کرده باشین، بسیار زیاد تجربه داشته باشین، مگر لازم نیست در پرسونال استیتمنت تمام تجربه کاری 10 ساله تان ذکر کنین. چیزایی که مشخص به همین کورس است و به همین پروگرام است و در آخر باید یک استرکچر یا یک فلو یا جریان منطقی و اکادمیک تعقیب کنین. و مثال از این برتان قبلا همون مثال استاد طب دندان که داده بودم در بادی در اونجا ذکر شده. و جزء آخری یک پرسونال استیتمنت نتیجه گیری شما از یک بادی پرسونال استیتمنت ممکن است 2 تا 3 پاراگراف شامل شود و یک کانکلوژن پاراگراف شاید یک پاراگراف آخری است که حدودا 200 تا 300 لغت میشه، ببخشید 150 تا 200 لغت. ولی بازم گفتم کدام تعداد خاص ورد کانت، کدام فرمول خاص وجود نداره به شیوهی که شما تقسیم میکنین معلوماتتان، مگر از 200 لغت اگر طولانی هم شوه بازم این کانکلوژن نمیشه و باز شما محتوا در بادی اضافه کردین. کوشش کنین بازم در کانکلوژن تان یا در نتیجه گیری تان علاقه را که به کورس دارین و به پروگرام دارین دوباره ذکر کنین به طور خلاصه. و ای که چرا این کورس یک فت خوب است بر شما، چطور شما یک فت خوب هستین به این پروگرام، یعنی چی مانا که تجربه شما چطور مفید تمام میشه که در این کورس شما من حیث یک اندیویدوال اکادمیک کانتریبیوت کنین، این را نشان بدین و نشان بدین که شما آماده هستین. مثلا در مثال بعدی براتون ذکر کردیم که چطور شما گفته میتونین که من تجربه کاری زی امانت دارم. اینجا تشکر که شما اسلاید آوردین. مثال دوم ببینین، میگه I aim to contribute to the development of new technologies and strategies in dentistry such as advanced diagnostic tools, innovative treatment methods and improving patients care. این شخص امی مهارت داره، امی تکنیکال نالج یا دانش تکنیکی که ضرورت است به خاطر همین کورس دنتستری یا ماستری دنتستری این معلومات داره و آمده جزئیات همون مشخصات تکنیکی خود در اینجا ذکر کرده و گفتم ما آماده هستم که این پروگرام بگیرم. اگر یک بار در اسلاید قبلی بریم توفیق جان. بله و برتان نشان بدین که شما آماده هستین و مثل معلومات های قبلیتان باید بسیار زیاد فوکس و مؤثر ای بخشام نوشته شوه. کانکلودینگ پاراگراف تان یا کانکلوژن استیتمنت شما باید مشخصات خاص خود داشته باشه، به طور مثال واضح باشه، مو علاقه تان در اینجا ذکر شوه، امرای اهدافتان وصل شوه. در صورتی که بعضی استیتمنت ها بعضی دانشگاه ها 2 استیتمنت میخواین، یکی پرسونال استیتمنت و یکی ابجکتیوز یا کریر گول. در صورتی که مجزا نبود و از شما یک پرسونال استیتمنت خواسته بود، قاسم جان گفتن قبلا که باید شما ابجکتیوز یا گولز تانم ذکر کنین و در صورتی که ذکر کرده بودین در پاراگراف های قبلی خلاصش اینجا وصلش میکنین کانکلودینگ پاراگراف تانه و مطمئن باشین، سر خود اعتماد به نفس داشته باشین، مثبت گرا باشین و در نهایت یک ختم به خاطر ماندنی داشته باشین. به طور مثال گفته میتونین که همیشه وقت اگر دیده باشین یک تعهد یک شخص در آخر پرسونال استیتمنت خود میکنه که به طور مثال اگر من این اپورتونیتی را داده شوم یا من این پروگرام گرفتم باعث میشه که من زندگی بسیار اشخاص دیگر تغییر بدم و این واقعا به کسی که معلومات میخونه یا استیتمنت شما را میخونه تاثیر بسیار خوب و یک خاطری خوب از شما در فکرش میمونه که وقتی نوت میته نمبر میته شما را در یادش بانین. دیگه بخش بعدی را یکی از دوستای دیگه ما پرزنت میکنن. تشکر. تشکر با نظمی، بسیار معلومات مفید. سلام و احترام خدمت تمام اشتراک کننده ها و کسایی که ریکارد برنامه رو سعی میکنن. من فکر میکنم یک تعداد زیاد موضوعات توسط قاسم جان و سعیده جان کاور شد. اینجا موضوعی
یونیورسیتی و امو کورس یا شرایط درخواستی ما میخوایم برتان ارائه کنم که کدام شرایط داشته باشین و چرا این مهم است که ما بفهمیم که چی شرایط درخواستی دانشگاه است. اما طوری که دیگه دوستای ما گفتن این ما را کمک میکنه که هم تایم خود منیج کنیم که بفهمیم چی شرایط داره یونیورسیتی ها و هم سرگردان نشیم به صورت خلاصه. اگر براتون بگویم ما میتونیم که یک استراتژیک پرپریشن داشته باشیم برای هر یونیورسیتی یا هر دانشگاهی را که ما میخوایم درخواست بدیم، باید به خود وبسایت از دانشگاه بریم و شرایط درخواستی همون دانشگاه را لیست بکنیم، یادداشت بکنیم. به طور مثال یک تعداد دانشگاه متفاوت شرایط دارن. مثلا یکی میخواد که رفرنس خودتان برشان اپلود کنین، یک تعداد دانشگاه شاید بخواد که شما فقط ایمیل رفریتان برش بنویسین تا ای که بعدا خود دانشگاه هم رایشان به تماس شوند. و همچنان ای که شما شرایط درخواستی دانشگاه را بفهمین چانستان از زیاد میکنه که بتونین موفق شوین. شما میفهمین که چطور از ایرورا جلوگیری کنین و امو اگزکت پوینت را که خواسته او را ارائه کنین یا بنویسین در اپلیکیشن تان. سلاید بعدی لطفا. همچنان بسیار ضروری است که شما مراحل ارائه اسنادتان را بفهمین، یعنی چی مراحل داره. آیا شما ضرورت دارین که همونطور قبلا گفتم که رفرنس چگونه بفرستین؟ به طور مثال یک یونیورسیتی مثلا یونیورسیتی A میخواد که شما خودتان دایرکتلی رفرنس ها را اپلود کنین، یک تعداد میخواد که شما ایمیل بتین و یک تعداد دیگه میخواد که شما حتی اگه ایمیل یا کانتکت دیتیلز یا رفریتان میدین او باید آفیشال باشه، یعنی جیمیل نباشه. و یک تعداد دانشگاه ها البته این چیزایی را که من براتون میگم بسیار متفاوت است، یعنی نظر به هر دانشگاه و نظر به هر کورس فرق میکنه. نظر به این که شما کدام دانشگاه را دوست دارین و تحت نظر دارین فرق میکنه. شاید یک تعداد زیاد دانشگاه شما ورک اکسپریانس بسیار خوب بخواه، یک تعداد دانشگاه از پیشتان میخواه که شما فقط امی ورک اکسپریانس تان در سی وی تان بگنجانین و تمام. ولی یک تعداد دانشگاهایی که مثلا کینگز کالج یا مثلا LSE یا UCL اینا از پیش شما میخواه که سرتیفیکیت کاریتان با لیتر هید خود دفترتان داشته باشین و استمکدگی باشه و برشان بفرستین. اما تو که موتیویشن لیتر و پرسنل استیتمنت توسط قاسم جان قبلا و توسط سیده جان تشریح شد، اینجا بسیاری دانشگاه ها از پیشتون مشخصا میخواه. یک تعداد دانشگاه ها از پیش ما موتیویشن لیتر میخواه، یعنی فقط شما باید جواب بدین که چی شما را علاقمند ساخت که شما به می پروگرام به می کورس درخواستی بتین. یا ای که در پرسنل استیتمنت همونطور که سیده جان اشاره کرد، شما باید بک‌گراند اکادمیک خود و اسکیلایتان ارائه کنین و اونمو استراکچر را که بانازمی گفته که فالو کنین. و همچنان یک تعداد این دانشگاه ها مشخصا از شما کاور لیتر میخواه که در کاور لیتر اکثرا شما میگین که شما چرا چی اسکیلایتان یا چی مهارت هایی دارین که شما را بسیار فت میسازه به می پروگرام و به می کورس. و ناگفته نمانه که بسیاری از دانشگاه ها یک تعداد اپلیکیشن های خودشان هست که سوال های اوپن داره. مثلا دانشگاه آکسفورد شما مشخصا سوال داره که چرا شما به می اپلای میکنین و سوال هایشان هم میتونه که یک سوال باشه، میتونه 5 سوال باشه یا زیادتر یا کمتر از او باشه. بسیاری سوال هایشان هم تعداد لغاتشان محدود کرده، مثلا 500 لغت یا بسیاری سوال هست که تعداد لغت محدود نیست. شما میتونین که فقط جواب خواننده را یا کسی که اپلیکیشن تان دریافت میکنه او را قانع بسازین.
و میایم سر دیدلاین ها و ضرب العجله اگر ترجمهش کنیم برای دانشگاه های مختلف متفاوت است. دوستای عزیزی که میخواین بر سال 2025 و 2026 اپلای کنین متوجه باشین که زیادتر یونیورسیتی ها دیدلاین هاشون میتونه ماه فبروری و مارچ باشه. مثلا یونیورسیتی را که من درس خواندم LSE او دیدلاینش به آخر فبروری و اوایل مارچ از بر زیاد کورس ها، مخصوصا کورس را که من خواندم پابلیک پالیسی مید مارچ به اون طرف دیگه شما نمیتونین که به این کورس درخواستی بدین. یا یک تعداد یونیورسیتی ها میتونه دانشگاه دیدلاینشون باشه به ماه فرزن جون و پیش از او یا می. متوجه ازی باشین که هر دانشگاهی را که شما تحت نظر دارین در وبسایتش برین و دیدلاین ها را چک بکنین. خب چرا ما این معلومات ضرورت داریم که بفهمیم که کدام دیدلاین از کدام یونیورسیتی یا کورس است؟ به خاطر از اینکه ما خود ما بتونیم موفق شویم در اپلیکیشن خود، وقت ما ضایع نشه و ناامید نشیم. و ما بر هر دانشگاهی که درخواستی میتیم باید متوجه باشیم که یک چک لیست مخصوص داشته باشیم. به خاطر از اینکه مخصوصا کسایی که به چیونینگ اپلای میکنن متوجه باشین که شما همون 3 دانشگاهی را که به اپلیکیشن تان یادداشت کردین باید کوشش اعظمی تان کنین که در همون 3 دانشگاه آفر بگیرین. از خاطر چک لیست هایتان بسازین و نظر به همون چک لیست که ریکوایرمنت دانشگاه است پیش برین، چون که این شرایط درخواستی از یک دانشگاه به دیگر دانشگاه فرق میکنه. بعض وقتا انسان ها اپلیکانت ها کنفیوز میشن و غلط میکنن و از یک دانشگاه به دیگر دانشگاه امو سیشن یا پرسونال استیتمنتشان یا سی وی شان میره و این باعث میشه که ریجکشن بگیرن خدای نخواسته. و ای که بله خب میتودی هر دانشگاه فرق میکنه. بعضی دانشگاه هستن که بس شما میخواید که از طریق وبسایتشان به لینک برین و اما اپلیکیشن اپلای کنین و ارائه بدین. اما بعض دانشگاه دیگه هستن که بسیار ساده میپذیرن اپلیکیشن. مثلا اینکه شما میتونین اما اسنادتان و ACI تان از طریق ایمیل رسمیشان در ایمیل بدین. و تا حدی که میتونین شما کوشش کنین قبل از اینکه ضرب الاجل بیایه همین داکومنتتان و هر کاری که دارین به پروسه که در اپلیکیشن هست که انجام بدین. به طور مثال وقتی که دیدلاین می باشه فرضاً آخر مارچ، شما کوشش کنین که به 30 مارچ یا 29 مارچ اپلیکیشن تان نبرین. حداقل 27 یا 26 باید شما درخواستیتان سابمیت کنین یا بفرستین. شما بسیار باید محتاط باشین برای از اینکه کسایی را که ریفری میتین اونا را خبر کنین به اینکه مثلا اگر ایمیلشان در اپلیکیشن تان موندین اونا در جریان باشه، یا اینکه فالو اپ هم رایشان کنین که مثلا اگر از جانب دانشگاه ها به صورت اتومات اونا ایمیل دریافت میکنن باید دوباره ریپلای بتن و رفرنس لیتر بفرستن. و همونطور که زیاد دوستا گفته که شما باید بسیار واضح باشین، اپلیکیشن تان بسیار واضح باشه. من میتونم یکی از سوالای دوستا را اینجا بخوانم که گفته در مورد دانشگاه ها. ما بعدا شاید صحبت کنیم کدام دانشگاه ها و چی شرایط داره که شما درخواستیتان قبول شود از افغانستان. شما باید کوشش کنید تا حد آخر واضح باشین. سعیده جان قبلا در این مورد اشاره کرد، پس ما وقت دوستار نمیگیرم و به وبسایت یونیورسیتی ها برین و دیدلاین ها و ریکوایرمنت ها را بازم میگم براتون که نوت بگیرین. سلاید بعدی لطفا. توفیق جان سلاید بعدی میشه برین؟ بله با سلاید چنج کردم شاید وقت بگیرم. تشکر زیاد. سلاید تبدیل شد. شرایط درخواستی برای یونیورسیتی های یوکی بر افغان ها یکم نسبت به دیگر کشورها شاید متفاوت تر باشه. بعضی دوستا شاید در جریان باشن که یوکی نمبر انگلیسی یا اسکور انگلیسی پروگرام های متفاوت هم میخواه، یا ای که دوستا باید بفهمن که یک تعداد این دانشگاه ها برشان اسکورهای دوره بچلر یا لیسانس ما بسیار مهم است که بعضی دانشگاه ها بیخی مشخصا در ریکوایرمنت خود اضافه کردن که مثلا 2.1 یا ای که 60% یا 69% اسکور داشته باشین در دوره لیسانستان، یا ای که 2.2 باشه که مساوی میشه به
50% تا 59% اسکور دوره لیسانستان. دوستای را لطفا در نظر بگیرین و نظر به مو که چقدر فیصدی نمرات لیسانستان است به مو دانشگاه ها درخواست بدین. اتنا شاید شما مثلا فیصدی لیسانستان باشه مثلا 56% یا 60% به دانشگاهی درخواست بدین که کوشش کنین که درخواست بدین که مثلا شرایط از او از 60% بالاست به خاطر گرفتن ماستری در دانشگاه. و زیاد یونیورسیتی ها در یوکی متاسفانه برای کسایی که میاین برای دانشگاه های خصوصی متاسفانه درخواست نمیتن، تعداد زیاد قبلی نمیتن، تعداد زیادی الهی که شما متک سیده جان گفت به پرسونال استیتمنتتان طوری ثابت بسازین که شما بهترین تجربه کاری را دارین و یک تعداد کوالیفیکیشن های دیگر را دارین. کوالیفیکیشن ها میتونه کوالیفیکیشن های مثل پروژکت منیجمنت باشه یا ای که مثلا سرتیفیکیت های دیگه باشه که شما در پلی مشلرتان گرفته باشین. اما تا جایی که من خودم تجربه شخصیم بوده 98 تا 99% دانشگاه های یوکی بر کسایی که از دانشگاه های شخصی افغانستان لیسانس دارن اینجا ماستری قبول نمیکنن. شما مجبور هستین یک ماستری در افغانستان داشته باشین که اینجا پذیرفته شوین. از اون خاطر لازم است که شما یک تجربه کاری هم فوق‌العاده خوب داشته باشین و در پرسونال استیتمنتتان رو واضح کرده باشین که من از اون خاطر به این پروگرام فت هستم. نمبر انگلیسی را اکثر دانشگاه از آیلتس 6.5 اوورال میخواه که او میتونه در هر سیکشنش از 6 باید کم نباشه و همچنان به تافل آی بی تی اکثر دانشگاه ها اما کمترین نمره که میپذیرن 79 است و دانشگاه های دیگه هم هست که مثلا کینز کالج که حداقل باید اسکور تافل 200 باشه یا بلندتر از او یا ای که آیلتس 7.5 یا 7.0 باشه. بعضی دانشگاه ها از دوران کووید به این طرف اسکور دیولینگو را میپذیره. او از یونیورسیتی تا یونیورسیتی فرق میکنه و کمترینش 115 الی 125 می باشه که دانشگاه های دیگه هم حالا چون کووید تمام شده از او که بلندترش هم میپذیرن، یعنی از 125 هم بلندتر شده ریکوایرمنت برای دولینگو. باید اینجا خاطر نشان بسازم که دوستا به دانشگاهایی که اپلای میکنین در اونجا نوشته شده اگر شما درستان به انگلیسی خواندین پس ضرورت به اسکور انگلیسی ندارین. اما دوستای ما ایرا بعض وقت متوجه نمیشن که به کسایی هستند که در کشور انگلیسی زبان درس خوانده باشن که مردم افغانایی را که در هند درس خواندن، در پاکستان درس خواندن و در ترکیه درس خواندن اکسکلود میکنه از این بخش. از اون خاطر دوستا اگر شما در هند درس خواندین مجبور هستین که دوباره انگلیسی داشته باشین، اسکور انگلیسی داشته باشین یا در ترکیه یا در دیگه کشورها. کشور انگلیسی زبان میتونه مثلا امریکا باشه یا خود انگلیس باشه، مکزیک باشه، کشورهایی که مثلا لسانش رسمیشون انگلیسی است. اما اینجا بعضی قضايا استثنایی وجود داشته که ما مثلا شاهدش بودیم. یونیورسیتی اکسکس بر کسایی که از هند درس خواندن اجازه داده، یعنی قبولی داده و سیکشن های بعدی را دیگه دوست ما پیرا میکنه. اما هر دوستی که در قسمت ریکوایرمنت سوال داشت یا در قسمت کدام دانشگاه خاص سوال داشت میشه که باز در چت بنویسه. همچنان سوال کردین که اگر چطور میتونیم اسلایدها رو دریافت کنین. هر دوستی که در اینجا ارائه میکنه میتونه اسلایدها رو در صفحات اجتماعی خود شیر کنه یا یک توفیق جان باز ایرا شیر میکنه، شما میتونین که بعد از بیارین. بسیار تشکر. سوالاتتون میشه در چت بنویسین. بسیار تشکر وان دیگه نه معلومات بسیار مفیدتان. سلام مجدد و بسیار تشکر از همکارای عزیز. بحث بسیار خوب باز کردن. خوشبختانه چیز زیاد نمونده که من کوشش بکنم تکرارم نشه. دوستای یکی از مواردی که خیلی نقش عمده داره داری که بتونیم یک پرسونال استیتمنت خوب داشته باشیم ای است که چطور میتونیم از تجارب یا کارکردهایی که در سابق داشتیم ازش بر نحو بسیار خوب استفاده بکنیم. چیزی که بسیار زیاد مهم است که ما
از طریق وقت کانوی میکنیم اکسپریانس خود، نکاتی که بسیار مهم است که یکی بدار جانب مقابل که امو بخش کمیته است که ما را قرار است انتخاب بکنه در پوهنتون، است که نشان بدیم که دانش و توانایی را که ما داشتیم یا داریم یک چیز تست شده است. یعنی فقط تو نیست که ما تیوری خواندیم در دانشگاه یا در کلاس و بعدش هم آمدیم و از توانایی هست اینجا صحبت میکنیم. اتفاقا مثلا اگر یک فرد را در نظر بگیریم که رفته فقط صنف ریسرچ داشته، سپری کرده و امتحانشه و با اویی که یک ریسرچ پیپر پابلش کرده تفاوتش خیلی زیاد است، اتومات یعنی اعتبار ما روی دانش و توانایی فرد بیشتر است. از این خاطر است که وقتی ما میگیم وقتی راجع به اکسپریانس خود صحبت میکنیم، به این معنی است که ما با پشتوانه چیز میاییم، عملی میاییم صحبت میکنیم و هیچ کس ایگنور کرده نمیتونه این توانایی را. ممکن بگیم که یک کس شاید آموخته باشه نه آموخته باشه داخل صنف، ولی نمیتونیم بگیم که یک کسی که عملا اوتکام کارش میبینیم شک بکنیم که این آدم شاید یاد داشته باشه این مسئله را، یا شاید دی بخش توانایی داشته باشه و شاید هم نداشته باشه. به این خاطر اکسپریانس خیلی مهم است. و چیز دیگه که بخش دیگه که ما باید توجه بکنیم این است که ما وقت راجع به توانایی خود یا مهارت‌هایی را که در پرسونال استیتمنت نوشته میکنیم اونا را فقط به گونه یک لیست نمیاریم، سعی میکنیم که چرا که کمیته از ما یک اینونتوری لیست نمیخواد که چی داشته و چی مهارت، چی توانایی و چی کوالیتی در تو هسته. اونا میخواد بدونه که دقیقاً کدام یکی از مهارت ها به چی شکل در شما مثلا شکل گرفته و چطور از این توانایی خود برای بهتر انجام دادن کارتان استفاده میکنید و نتیجه این کار که انجام دادی از طریق مهارت یا از طریق دانش چی بوده و چقدر مردم از اون مستفید شده. دقیقاً همین کل ماجرای و کل قضیه است. از این خاطر ما وقت راجع به داشته های خود صحبت میکنیم فقط لیست نکنین، سعی کنین از طریق استوری باید بگوییم، مثلا از طریق یک حالات یا قضایای شرایط را کوشش کنیم که بازگو بکنیم که بتونه دو ابعاد مختلف از توانایی شخصیتی و یا مهارت مسلکی شما را به نمایش بگذاره. در واقع وقتی ما میخواییم، چرا یکی از دلایل دیگه که ما میخواییم اکسپریانس خود چیز بکنیم، توضیح بدیم، این است که در واقع در کل برای اپلیکیشن ما یک ویت اضافه میکنه. ما هیچ وقت مثلا کسی که اوورال یک اکسپریانس خوب در یک بخش داره، به این مناسبه که او با یک ذهن مثلا آگاهانه میاد داخل مثلا در کنفرانس هایی که اشتراک میکنه یا اساینمنت را که بعدا انجام میده، به این معنی است که خودش توانایی ممکن دانشش متفاوت باشه. مثلا اگه خود بگویم من در مورد سیستم حقوقی افغانستان میفهمم، وقتی اینجا هم آمدم اساینمنتی که میته شاید دقیقاً در مورد سیستم حقوقی کشورهای اروپایی ندانم، ولی یک فرصت بسیار خوبه برای من مساعد میسازه که بتونم یک کمپریشن مثلا داشته باشن در بینشان و این کار بسیار ساده میسازه برای کسایی که شما را به عنوان شاگرد میخواین انتخاب بکنن. چرا؟ دلیلش است که اونا در پی افراد مناسب هستن که در کورس‌های مناسب چیز شون، جابجا شون و اونجا درس بخوانن و در واقع طولانی مدت روی شما سرمایه گذاری شود. چیز دیگه که به نظر من از طریق اکسپریانس ما میتونیم خوب نشان بدیم تعهد و تخصص ما است. ما به عنوان فرزند ما قبلا به عنوان وکیل مدافع کار کردیم و شرایط کاری خود خوب میدانم و حالا که میخوایم به عنوان یک لیگل اکسپرت کار بکنم آگاه هستم که از کجا مثلا خوبی‌ها و بدیهای کار خود آگاه هستم و اون متحدم هستم که و توانایی زورم در خودم میبینم که میتونم در آینده از به او بخش کار بکنم. و چیزی که بسیار چیز دیگه که مهم است که ما چقدر توانایی از طریق اکسپریانس یا تجارب ما
میتونیم سپورت بکنیم کارهای امو پروگرام را که ما انتخاب کردیم و دانشگاهی را که میخوایم دو درس بخونیم. و مهمتر از همه ای که امپکت کار ما معمولا از طریق تجارب وقتی ما به شکل استوری میگیم و یا یک گوشه از تجربه کاری ما رو میگیم، بسیار ساده است که امپکت کار ما رو بفهمین. مثلا از طریق تجربه کاریتان بسیار خوب میتونین بگوین که شما چی تغییرات آوردین، شما آوتکام پروژه تان چی بوده، دایرکت و ایندایرکت بنفیشری شما کی بوده و کدام راه حل برای یک مشکل خاص به وجود آوردی. و همه از اینا فرصت میشه که توجه خواننده را بر خود جلب بکنه. و انواع و اقسام تجربه کاری داریم، از پروفشنال گرفته اکادمیک و ولنتیر و همچنان کارهای شخصی که ما انجام میدیم. همشان کارش تجربه کاری محسوب میشه و هیچ مشکل وجود نداره، چی فول تایم باشه و چی پارت تایم باشه. ولی یعنی به خاطر از اینکه یک اپلیکیشن ایدئال داشته باشیم، یک کاری که میکنیم، کاری که باید انجام بدیم این است که یک بالانس بین کامبینیشن ها وجود داشته باشه. مثلا اگر یک قسم که قبلا آقای قاسم آقای مرزایی این موضوع رو تشریح کردن که اگر ما در بین چند دانه اکسپریانس که داریم اگر قرار است بینشان انتخاب بکنیم، اموری انتخاب بکنیم که بیشترین توجیه را میکنه مبنی بر اینکه چرا این پروگرام میخوانی و تقریبا امو قضایایی باشه که با او حرف برای گفتن داری. یک چیزی که در قسمت تجربه کاری وقتی ما در موردش می نویسیم، یک اشتباه معمول این است که ما فقط میگیم فلانی جای کار کردیم. در روزهایی که ما فقط تیوار خود یا لایحه وظایف خود انجام میدیم و همه چیز از قبل پلان شده است و ما هم به خاطر کاری که انجام میدیم از قبل ترند دیدیم، در این روزها هیچ چیزی برای گفتن یعنی چیز خاص برای گفتن نداریم که در مورد وظیفه خود بگیریم. چی وقت ما یک استوری کرییت میشه؟ وقتی که شما از ساحه آرامش خود بیرون میشین و یک حالت میایه که در کنترل شما نیست و اونجاست که توانایی شما برجسته شده به عنوان یک کسی که در اونجا کار کردین، لید کردین و یا ای که مشکل حل کردین و یا تصمیم بسیار سخت گرفتین. از این تو فرصت ها بسیار خوب استفاده بکنین به خاطر از اینکه بتونین چیز باشه، پرسونال استیتمنت خوب داشته باشین. هر چیزی که شما را از گروه مجزا می سازم حرف برای گفتن است. مثلا اگر کمپانی کار میکنین، یکی از تاپ ترین کمپانی ها هست، مثلا پروژه‌ای که شما کار کردین پروژه است که اولین بار در افغانستان تطبیق شده و یا ای که شما از جمله کارمندایی هستین که این فرصت داشتین که مثلا کارفرما یا رئیستان شما را به خاطر یک کنفرانس خاص بنابر توانایی که در شما قبلا دیده بود روان کرده یک کنفرانس خاص، شما اونجا ترند دیدین و آمدین تعداد زیاد افراد دیگر اینجا ترند دادین. حالا برمیگرده به خودتان که ما یعنی هیچ کس بهتر از شما در مورد کارکردهای شما و ای که در داخل اون نقشی که به عنوان وظیفه انجام میدادی کدام استوریای کریت شده که خوب میتونی به دیگرها بگویی و در واقع همون لحظاتی که ما برش افتخار میکنیم و هر وقتی که به یادش میفتیم. به نظر ما وقتی در مورد اکسپریانس صحبت میکنیم چند تا قدم بسیار ساده است. اولی که بین چند تا تجربه کاری که داریم اما مرتبط ترینش انتخاب بکنیم. مثلا ما به عنوان کورسی درم کار کردیم، ما به عنوان فایننس ترینر هم کار کردیم و ما به عنوان وکیل مدافعیم کار کردیم. ولی من سعی کردم که وقت در مورد وکیل به عنوان وکیل مدافع کار کردیم در مورد زو بیشتر صحبت بکنم. ولی نکته دومی است دوستا که کی کوالیتی هم هست. مشخص بکنی که داستانایی را که میگی کدام کوالیتی را میخوای در واقع از اون در اونجا برجسته تر بسازی. مثلا من حس میکنم که کارهای تیمی یا روند تاثیرگذاری از طریق وقتی که به عنوان کورس لیدر کار کرده بودم بهتر میشد که
الابریت بکنم در اونجا در اون کارا نسبت به ای که ولی وقت ما میخواستم که در مورد independent ability صحبت بکنم و یا ای که من چقدر آدم سلف موتیویت هستم و یا ای که در مورد critical thinking اگر میخواستم چیز واضح بسازم، یعنی همین کوالیتی ها رو میخواستم از طریق یک مثال واضح بسازم. بعدش میرفتم به سمت تجاربی که به عنوان وکیل مدافع کار کرده بودم اونجا. و مهمتر از همه دوستای ای که رفلکشن داشته باشیم. حالا یک کار شده نقش خودتان شما برجسته میکنین و بعد از این که با او تاثیرات از او مثلا شرایط یا تاثیرات او تغییر بر شما چطور پایدار باقی مانده. مثلا اگر من نمیفهم شدم زیاد اگر وقت نگیرم، مثلا ما به عنوان تیم لیدر وقتی کار میکردم، خب یک فرضیه خیالی تصور میکنیم به خاطر از اینکه دوستا بیشتر بدانم ایده توضیح میتم. اتفاقا ما قرار بود که با گرانتی های ما ترینینگ دایر بکنیم، اما کل ارینمنت هم شده بود و متاسفانه بنابر مشکلاتی که پیش آمده بود ماستر ترینر نتونسته که بیایه و پروگرام پیش ببره و برای از من خواستن که این پروگرام حداقل برای 2 روز کاور بکنم. اتفاقا من آدم نبودم که قبلا مثلا تحصیلگری یاد داشته باشم و یا ای که برام خودم در مورد جندر اکوالیتی زیاد بدانم، اما به نحو تصمیم گرفتم که این کار پیش ببرم و برنامه‌ریزی برش کردم، آمادگی گرفتم و بالاخره تونستم که موضوع را برامو 2 روزی که بود کاور بکنم. حالا چیزی که برای من مثلا در بخش کی کوالیتی اگر ما بخوایم از طریق امی مثال واضح بسازیم این بود که یکی که من مثلا عمق فهم یا دانش ما مثلا بیشتر شد و وقتی ما در مورد جندر اکوالیتی خوانده بود، حتی دیدگاه مرا نسبت به جندر اکوالیتی در افغانستان تغییر داده. دیگه ای که کریتیکال تینکینگ مثلا بسیار خوب شد و ثانیاً ای که ما مثلا امیال مهارت از ایره فکر میکنم دارم که برم در یک صنف موضوع تحصیلگری چیز پرکتیس بکنم در اونجا و از عهده این مسئله برایم. و در نهایت چیزی که و امپکتی برنامه خوب بود که مثلا از من خواهش کردن که بیاین در پروگرام‌های بعدی در کابل همکارای دیگرم کمک بکنم و اونجا یک نتورکینگ بسیار خوب شد با تحصیل کننده‌های دیگه که بودن. حالا میخوایم براتون این مسئله رو بگویم که اگر من میگفتم که من تنها موضوع مثلا یاد دارم که چطور یک صنف تحصیل بکنم و یا ای که اگر میگفتم که کریتیکال تینکینگم خوب است و یا ای که میگفتم من جندر نالج خوب دارم، این اهمیت خودش نداشت. ولی اگر شما بریم هم تو داستانی رو بگویم و از طریق داستان استیپ بای استیپ تشریح بکنین و در آخر رفلکت بکنین که خب چی تغییرات آمد، این رقم بیشتر قابل قبول است و یک نفر قانع میشه. لطفاً لیست نکنین که ما این توانایی دمه است، نشان بدید. برای من که ما وجود داره، برای من نشان بدید در آینه شکسته تصویر ما را. همین رقم یک چیز است اونا میخوان ببینن. بحث دیگه دوستا کریر پلان هستم. خود وقتی ما میخوایم در مورد هدف و یا هدف گذاری چیز زیاد نمیگم، بخاطر که خانم سعیده بسیار خوب تشریح کردن، اما حرفا در اینجا هم قابل تطبیق است. ولی چیزی که بسیار زیاد مهم است که وقتی کریرتان کریر پلان میسازین، یک چیز که مهم بس است که دایرکشن و پروپوزتان از طریق قضیه مشخص بکنین، چرا که به سمتی که میخوای بری واضح شو به افرادی که این استیتمنت میخوانه و بسیار زود اونا تصمیم گرفته میتونه که شما در آدرس دقیق هستین و یا جای مناسب نیستین. مثلا یکی از همکارای ما بسیار به زودی چیز ریجکشن گرفته و گفته بود که کورس را که میخوایی با اهدافی که داری تطابق نداره. مثلا شما میخواین که کریمینال بخش کریمینال لا چیز کنین، یک اکسپرت باشین، ولی کورس را که اپلای کردی در بخش بزنس لا است. موضوع دیگه که بسیار زیاد مهم است که ما در واقع وقت کریر پلان خود می داشته باشیم، در امپکت
پروژه خود ببخشین کار خود میخوایم که جانب مقابل بفهمانیم و یا در آینده میخوایم نشان بدیم که بالای چی کسای با چی تعداد افراد مثلا میتونه زندگیشون به نحو تغییر مثبت بکنه از طریق کار که ما میکنیم. تصور بکنید که شما میخواین یک استاد شوین، یک صنف برین 5 دقیقه تدریس بکنین و برای 5 نفر 1 سال تدریس بکنین و بعدش هم برین و یک نفر دیگه میخوای که مثلا یک آدم متخصص در بخش حوزه آموزش و مستقیما بره روی کورکولم کار بکنه، امپکت کدامش بیشتر است؟ طبیعی است که کمیته که شما را استخدام میکنه میره به سمت امو آدمی که امپکتش بیشتر است و تعداد افراد زیاد را شاملش میشه. بالاخره اونا هم میخواد یک المنای قوی داشته باشه و به عنوان و به روی کس سرمایه گذاری بکنه که فردا تاثیرش بالای بیشترین با کمترین امکانات بیشترین تاثیر را داشته باشه. و مهمتر از همه که دوستا وقت ما در مورد پلان آینده خود میگیم، در واقع خود از یک فرصت خوبی است که ماندگار شویم. کسی که اپلیکیشن شما را میخوانه در واقع ای که شما در نهایت چی کسی هستین تصویر از او در ذهنش میمانه. مثلا متوجه شدین که یگان وقتی از یگان کسی پرسان میکنه احمد میشناسی، میگه او اما آدمی که میخواست دکتر شوه. و یا ای که شاید بی ربط هم نباشه که اگر بگوییم که ما بزرگی آدم ها را از روی بزرگی اهدافی که دنبال میکنن ما میسنجیم. از این خاطر است که به نظر من با توجه به اینکه ریالیستیک باشی، بلند پروازی خود همیشه باید حفظ کرد. و وقتی ما پلان میریزیم به خاطر ای که در آینده چی کسی میخوایم باشیم، در واقع خودش نشانه برای این است که ما آماده هستیم و تعهد داریم که از تمام مشکلاتی که چی در دوره آموزش و چی بعد از او فراروی ما میایه، ما آماده هستیم مسئولیت بپذیریم و برسیم به سمت هدفی که تعیین کردیم. سلاید بعدی. در پلانینگ چیزی که به نظر من هرچند که نظریات مختلف وجود داره، ای که پلانای کوتاه مدت و پلان طویل مدت به چه شکل باشه، زیاد هم این مهم نیست که حالا 3 ساله میگیری 5 ساله میگیرین یکی تا 10 ساله میگیرین. مهمی است که شما وقتی میخواین کار را که انجام بدین یا نقش را که میخواین در آینده ایفا بکنین یک تسلسل منطقی باید وجود داشته باشه. مثلا وقتی از کورس فارغ میشی چی کار را میخوای انجام بدی، کدام مهارت ها را نیاز داری و چطور دانش را کسب میکنی، در اجرای او نقش شما را کمک میکنه و در عین زمان به می شکل لیول مثلا اپگرید میکنین نقش ها را و تعداد در واقع نقش شما سال به سال مثلا سیریوس تر میشه و یا ای که افراد بیشتر را در نظر میگیرین یا که مثلا کارهای نوتر را انجام میدین. این به شکل باشه که هر کسی که میخواه بخونه یک چیز بر علاوه از که منطقی باشه متمم و مکمل هم دیگه باشه. مثلا من در ابتدا میخوایم یک مشاور حقوقی باشم در یکی از انجوها. لطفا یک موضوع دیگه که یادم نره ایست که بسیاری میگن که من مثلا میخوام در یک نهاد کار کنم. بهترین راهی است که خود نهاد نامش هم بگیری، مشخص بکنی. حالا فرق نمیکنه که حتما دمون نهاد کار میکنی کار بکنی یا نه، ولی حداقل at this moment چیز باشی، کلیر باشی که من میخوام در اینی نهاد کار کنم، اینی نقشه و کمی هم در موردش مثلا معلومات بدی. مثلا من میخوام که به عنوان لیگل اکسپرت در اتاقای تجارت کار بکنم و اون در بخش کمیته که در بخش زنها هسته و با وجود که یک نهاد مثلا مستقل هسته اما روی سیاستگذاری دولت اهمیت خاص خودش داره و مهمتر از خب به این شکل یعنی یک مثال بود. شما مثالای خودتان چیز بکنین، پیدا بکنین و توضیح بدین. چیزی که دیگه که مهم است که کریر پلان با اسکیل، نالج و فسیلیتی که قرار است دانشگاه بر شما فراهم بکنه هماهنگی داشته باشه. مثلا کدام اسکیل ها رو میخوایی بیاری، کدام سهولت های است که از طریق دانشگاه
میتونی بسیار خوب شما رو کمک بکنه. مثلا ما اگه دانشگاه خود ما رو بگوییم LRC است، کتابخانه است، مثلا محکمه تمثیلی است، خود نتورکینگ یک دانشگاه ما با کمپانی های حقوقی زیاد در تماس است، یک فرصت بسیار خوب در نتورکینگ است. این چیزا را بهترین راشی است که یک بار برین دانشگاه هایی را که شما دو اپلای میکنین یک سرچ داشته باشین و ببینین که در همین سه تا در بخش اسکیل، نالج و فسیلیتی اونا چه چیزایی را داره. و مهمتر از همه ای که دوستا همه چیز با همدیگر ربط بدین، نشان بدین که شما قبلا یک سفر را آغاز کردین، در او سفر گرود هم داشتین، اچیومنت داشتین و بنابر اینی دلایل پشن شما برای انجام دادن کارهای بزرگتر، جدیتر و نوتر است و این دانشگاه با اینی سهولت ها، با اینی میتود و با اینی نالج و اسکیلی که برای من یاد میتم کمک شایان میکنه که به اون نقطه‌ای که من میخوایم برسم. فکر میکنم به این اندازه کافی است. بسیار زیاد تشکر از حوصله‌مندیتان. بعد اگه سوالای دیگه بود انشالله پاسخ میدیم. بسیار تشکر بانو عزیزی، واقعا معلومات بسیار مفید بود. ما 15 دقیقه دیگه وقت داریم. اینجا ما یک دو سامپل پرسنل استیتمنت آوردیم برای دوستانی که علاقه‌مند هستن سامپل هم داشته باشن. این رو میشه واسه خودتون بخونین. یک دیگه اینجا یک سامپل کامل است، شما میشه مستقیما دانلود کنین خودتون. و اینجا بعضی ملاحظات دیگه هم ما آوردیم که در کل شما خوب در نظر بگیرین زمانی که پرسنل استیتمنت نوشته میکنین. و من در قسمت Q&A اگر دوستا سوال داشته باشن میشه سوالاتشون جواب بدیم. 3 نفر که سوال دارن، یکی آقای محمد سهیل امین است. آقای امین شما میشه سوالتون رو بپرسین، مایک رو باز کنین و سوالتون رو بپرسین. سلام علیکم. توفیق جان صدای من؟ بله صدای شما رو میشنم، بفرمایید. تشکر از شما و همکارای گرامیتان. واقعا پرزنتیشن خیلی عالی بود و استفاده کردیم. سوال ما ای بود که داستان که ما در مقاله لیدرشپ و نتورکینگ داشتیم قبلا در چیورینگ اپلیکیشن، آیا را میتونیم در پرسنل استیتمنت هم همین داستان استفاده بکنیم؟ سوال بعدی من است که در یک statement of purpose یا اسلامی statement of purpose ما چند داستانه میتونیم که از طریق استار اضافه بکنیم، یعنی یک داستان باشه، دو داستان باشه و یا نه مو داستان زندگی خود بیان بکنیم. تشکر. تشکر از شما. ما نظر می است که شما میشه این مثال رو استفاده کنین، مثال متفاوت هم استفاده کنین در رابطه با تعدادش، او را خودتان ارزیابی کنین با در نظر داشتی محدودیت کلماتی که وجود داره. دوستا گفتم بعضی دانشگاه 500 کلمه اجازه داده، بعضی دانشگاه شاید بیشتر یا کمتر. با در نظر داشتن نظام شما ببینین آیا ظرفیت آوردن مثال بیشتر از یک وجود داره یا نداره. دیگه اینمی نظر ما است. یا دوستای دیگه هم نظر داشته باشن میشه بگین. بسیار کوتاه چون ما وقت کم داریم، ساعت 12 دقیقه دیگه ما جلسه ما تمام میشه. سوال بعدی رو میگیریم از آقای شیرداد. سلام علیکم، تشکر از وقتتان. سوال ما تو راجع به چی است؟ یک پانتون را اپلای کردیم، باز گفتن که به خاطر از اینکه پانتون های شخصی است به دلیل اپلیکیشن درست رفتی بجتر هم بود و ماستر دیگریم. ما گفتم اگر کدام ایتو پانتون ها کسی است در بانی چیز نرا که از پانتون خودشی باشه تجربه چی رقم است یا تنها بخش دولتی را قبول میکنم. بسیار تشکر. بار نگین شما میشه در قسمت معلومات بتین بسیار کوتاه. سلام شیرداد جان، متاسفانه ما همونطور قبلا گفتم
ما به خاطر از اینکه از سال 2020 تا به حال به تعداد زیاد دوستا را در این قسمت راهنمایی کردیم، این برتون سقایی میگم 99% دانشگاه های یوکی یا انگلیس از افغانستان پرایوت یونیورسیتی یا دانشگاه شخصی را نمیپذیره. این شما میتونین بعدا با دیگه دوستان شک کنین، یک تعداد بسیار محدود که اگر بپذیره و ماستری میپذیره و هم طوری که در پرسنل استیتمنتتون شما واضحا بیان کنید. مسئله خودم اشنم دوباره ببخشین دیگه، واضح بیان کنین که شما چقدر کوالیفیکیشن های دیگه دارین. مثلا شما اگر تجربه کاری کافی دارین، یا ای که شما مثلا کوالیفیکیشن پی ام پی گرفتین، یا ای که اما تو دیگه کوالیفیکیشن هایی که اسم تمام پی ام پی را میشناسم، از خاطر همیشه مثال زیر میتم. اما متاسفانه تعداد زیاد یونیورسیتی ها بچلر از دانشگاه های خصوصی افغانستان قبول نمیکنن. اگر من درست متوجه شده باشم، آقای شیرداد گفتن که اینا ماستری هم داشتن. ما فکر کنم اگر ماستری داشته باشن، ماستری داشته باشن احتمال زیاد قبول میکنن. من اگر پیشنهاد بتم شما باشه یک بار شیفیلد هالم یونیورسیتی رو چک کنین که جایی که من ماستری اول خود خواندم، شیفیلد یونیورسیتی، اسکس یونیورسیتی، بر کسایی که ماستری داشته باشن از افغانستان چی میکنن برای ماستری دومشان اینجا چانسش هست که برشان قبولی بتن. بعدا میشه دوست عزیز شما بر ما پیام بانین، ما لینک های یونیورسیتی را چک میکنم که برای ماستری افغانستان از دانشگاه های خصوصی در قبولی بتن و برتان باز میشه کمک کنم شریک بسازم. بسیار تشکر. بانو عظیمی شما هم گفتنی داشتیم؟ من فقط کوتاه میخواستم به دوستا بگویم که ما وقتی که نام دانشگاه انگلیس میشه زیاد به دانشگاهی که در شهرهای بزرگ است به خاطر ما میایه. فقط پیشنهاد میکردم که به نام دانشگاه نرین. بسیار زیاد دانشگاهی است که شرایط پذیرش ساده و تحصیل در ادنبرا یا در اسکاتلند دارن. مثلا به دانشگاهی که در ویلز است کوشش کنین که اپلای کنین، به دانشگاهی که در نوردن آیلند است. چرا مهم آمدن شما به یوکی است و گرفتن اسکالرشپ. و اینکه شما در کدام دانشگاه اسکالرشپ میگیرین یا پذیرش میگیرین تفاوت نداره. هر قدر دانشگاه خرد باشه و نسبتا از خود لندن دورتر باشه، اما قدر شرایط پذیرش بالا میره و در ضمن سپورت بر شما بسیار زیاد است از هر لحاظ از طرف دانشگاه. مطلب شما اگه آفر از دانشگاه بگیرین، خودشان فیز شما را ویو میکنه و خودشان بردان اسکالرشپ آفر میکنه. خصوصا اگر از دانشگاهی که بسیار بزرگ نباشن و تقاضا از کشورهای جنگ زده مثل افغانستان اونجا زیاد نباشه، پس بهتر است که به دانشگاهی که بسیار مشهور نیست اپلای کنین، اونا رو سرچ کنین در بورشان. بسیار تشکر. سوال آقای خالد زاهد میگیریم. آقای زاهد صدای ما رو میشنوید؟ مایک رو باز کنیم. توفیق جان سلام خدمت شما و همه همکارای شما. تشکر از که وقت گذاشتین و جلسه رو برگزار کردین. من دو تا سوال دارم که هر دوش روی یک محور است تقریبا. سوال اول من است که درباره ورد کانت اما پرسونال استیتمنت که ما می‌نویسیم، یک سری دانشگاه رو که من چک کردم، نمو ورد کانت میگن که ماست بین 250 تا 500 ورد باشه. خب خودشان هم باز نمونه های از پرسونال استیتمنت داخل وبسایت ماندن که اون نمونه رو من چک کردم، یعنی بیشتر از 500 ورد میشه. فرض مثال یکی از نمونه‌هاش که من چک کردم 520 ورد بوده. خب اینمی پرسونال استیتمنت که ما نوشته میکنیم، حالا اگر مثلا این در حد 600 ورد باشه، چون اینمو دانشگاه وقتی که اینمی پرسونال استیتمنت میخواه به شکل پی دی اف میخواه، این کدام مشکل ایجاد میکنه یا نه؟ و سوال دومی است که همون قسم که خانم نگینه گفتن، یک سری دانشگاه از محصلا و از اپلیکنت های افغانستان اونا سند ماستری که دوم میخواین. خب من میخوایم یعنی دانشگاهی که اپلای کنم اینمی امی چی را داره و من میخوایم این را جستفای کنم. خب متاسفانه در پرسونال استیتمنت میره نمیتونم، چون کم است و آلریدی ممو تعداد لغاتی که چی شده اینمون فیل شده.
خب سوال من این است که من میتونم یک جاستیفیکیشن لتر نوشته کنم و به دانشگاه یا ایمیل بزنم یا که او را در پلتفرم اپلود کنم. دیگه نمی سوال من را جواب بتن، بسیار لطف میکنن. تشکر شما. بسیار تشکر. قاسم جان در قسمت میشه معلومات بتین؟ بله حتما. در قسمت ورد کاونت من شدیداً پیشنهاد میکنم که ورد کاونت مد نظر بگیرین. یک تعداد از دانشگاه ممکنه برای اینا خیلی مهم نباشه، یک ورد لیمیت تقریبی برای شما دادن که به هر حال ورد لیمیت شما مراعات کن. من با یک نفری که به ادمیشن تیم ODID آکسفورد بود موضوع پرسیدم، گفت که ما ورد کاونت اینا رو چک نمی کنیم، اپلیکیشن ها چاپ شده میان مثلا اگه ببینن دو سه صفحه اضافه و خب کامل مشخصه، در غیر از او ورد کاونت دقیق چک نمی کنن، چاپ شده میدن دست کسایی که اینا رو باید بخوانن، بعد از او مارک میکنن، اینا رو رتبه بندی میکنن که کدام اپلیکیشن و کدام پرسونال استیتمنت نمره بیشتر میگیره. دیگه شما به لینکدین سر بزنین، خیلی آدمای موفقی میبینین که 10 15 سال تجربه کاری دارن، یک پی اچ دی و پست دکترال اینا دارن، راحت به یک پاراگراف خورد میتونن خود اکسپرس کنن. نه شما اگه پرسونال استیتمنت خود دست یک دوست دیگه بدین، شاید خیلی راحت اونا بتونن خیلی جملاتی که مهم نیه اونا رو پاک کنن، یعنی برای شما 350 لغت دور بیان. بعض وقت آدم چون زیاد وقت میگذاره جملات زیبا زیبا کنار هم میگذاره، شما فکر میکنین تمام این جملات باید باشه برای از که مفهومی که شما میخواین افاده کنه. حالا اگه دست دوست دیگه بدین امکان داره خیلی از جملات داخل پرسونال استیتمنت شما کمک کنه که کدام از اهمیت کمتر برخورد دیگه. به این خاطر من فکر میکنم هر قدر تجربه کاری زیاد و ایژوکیشنال بک‌گراند خوبم داشته باشین، باز هم امکانی هست که خود در یک پاراگراف متوسط بتونین اکسپرس کنین. ممنون قاسم جان، بسیار تشکر. خواهش می‌کنم. و سوال اخیر رو میگیریم از آقای احسان الله نصرتی است فکر کنم. سلام توفیق جان، خوب است؟ صدا من میشنوین؟ بله تشکر، بفرمایید. تشکر از شما و سایر دوستا به خاطر برگزاری جلسه. ببخشید من دو سوال داشتم، یک سوال از خلال زمینه سوالای دوستا برام، دیگه سوال خودم است. سوال اولی ما این است که وقتی که ما پرسونال استیتمنت نوشته میکنیم، آیا شما را پیشنهاد میکنین که وقتی به شکل ابتدایی نوشته کردیم که توسط ای آی ایدیت کنیم یا نکنیم، یا خیر یا توسط یک نفر دیگه بدون ای آی ایدیت شوه، و آیا اگر ایدیت شوه تاثیر داره یا نه خیر؟ یعنی من ایده از خود ما باشه، خود ما نوشته کرده باشیم، ولی میخوایم که یگان اشتباه گرامری را بگیریم یا یگان موضوعاتی که مرتبط نباشه اونها حذف شوه. و سوال دوم این است که بعض دوستا بخصوصا که بانو نگینه برای یادآوری کردن، اونا گفتن که از بخشای خصوصی یا پانتونای خصوصی بچلر دیگری اونا قبول نمیکنن، و وقتی که از ما دیگری ما بچلر دیگری از دولتی باشه، آیا ایره چطور با اونا بفهمونیم که اینمی لیسانس ما یا سند لیسانس ما از دولتی است، ایره در پرسونال استیتمنت نوشته کنیم یا کدام طریق دیگه است؟ تشکر. شد تشکر. بانو عزیزی شما میشه در قسمت معلومات بدین؟ بسیار زیاد ببخشین. ما فقط اما قسمت آخر سوال گرفتم که گفتن میشه تقریبا آقای توفیق چی بود موضوع؟ یکی خود قسمت استفاده ای آی بودن. آها بله. و قسمت دو میشه. بله بفرمایید. اگه دوستا اجازه بدن من نظر خود شریک بسازم به بفرمایید. دوست ما. در قسمت استفاده ای آی اگر شما به خاطر اصلاح گرامر و انگلیسی استفاده میکنین و وامی که مثلا ایدیا از خودتان باشه، به نظر شخصی خودم و تا جایی که من تجربه داشتیم مشکل نداره.
و سوال قسمت دوم سوالتان اینه که در مورد از اینکه چطور یونیورسیتی ها میفهمه که شما شخصی خواندین یا دولتی در دانشگاه. این اکثر یونیورسیتی ها که در وبسایتشان برین لیست دانشگاه ها از وقتی که شما اپلیکیشن تان شروع کنین که پر کنین یک تعداد زیاد لیست یونیورسیتی ها هست. به طور مثال دانشگاه UCL فقط 4 یونیورسیتی از افغانستان لیست داده که مثلا شما از این 4 یونیورسیتی که اگر فارغ شده باشین شما میتونین که اپلای کنین. یا مثلا یونیورسیتی LSE گفته که از دانشگاه کابل، دانشگاه پلیتکنیک، دانشگاه تعلیم تربیت تو مشخصا لیست داده. یک تعداد یونیورسیتی ها از UF یا دانشگاه آمریکایی ها هم در لیستشان هست که شما میتونین با اونجا با سلکت کنین که مثلا اون تعداد زیاد یونیورسیتی ها یا دانشگاه ها شما نوشته نمیکنین نام یونیورسیتی رو، فقط شما سلکت میکنین یا تک میکنین. دیگه از خاطر شما نیاز ندارین که شما در جریان یعنی دیگه قسمت های داکیومنت به تشویش باشین که آیا این دانشگاه میفهمه که ما دولتی خواندیم یا شخصی یا نه. بسیار تشکر. بانو شیرزاد یک از همکاران دیگه ماست، فکر کنم کدام چیز گفتنی داره. بانو شیرزاد. سلام. تشکر توفیق جان. من نمیفهم این موضوع رو کور شد یا نه، من یک چند دقیقه نبودم. راجع به این بود که من بسیاری کسا از ما سوال میکنن از خاطر که امی یونیورسیتی های خودانه چک کنن. کسایی که از افغانستان درس نخواندن اونا نباید وقتی که نام چون هر یونیورسیتی مشخصا میگه کشور که شما یعنی فارغ شده نه اونجا ذکر کنین. بسیاری اشتباهن، مثلا فکر میکنه این کشور است که اونا از کدام کشور هستن، باز افغانستان هم میزنه. او اصلا تو نباید افغانستان در اوجه ذکر کنی، باید کشور که فارغ شدی از او را ذکر کنی و کرایتیریا را به او اساس بسنجی. مثلا اگه خودت در پاکستان درس خواندی، بچلر در پاکستان درس خواندی، باید در اونجا پاکستان بزنی. او کشور نیست که تو از کجا هستی. اونجا باز برات ریکوایرمنت های از یونیورسیتی که فارغ شدی را در اونجا ذکر میکنه. این یک چیزی است که بسیاری کسا احساس کردم یک کم کنفیوز شده بودن و از من سوالم پرسان کرده. اگه شما مثلا من خودم از هند فارغ شده بودم، من وقتی که به هر یونیورسیتی اپلای میکردم، وقتی که میگه برین به مشخصا همون جایی که موضوعات مربوط به کشورتان است، شما اونجا کشور خود منظورش از کشور که هستین نیست، از کشور که فارغ شدین است، یونیورسیتی دان دیگریش از روی است. باز میرین او را ذکر میکنین و بعد از اون نظر به او تمام همون ریکوایرمنت ها را براتان میگه و میشه او را چک کنین و پیش برین. این موضوع رو از من چندین نفر پرسان کرده بود، گفتم اینجا ذکر کنم که میشه بر بعضا مفید تمام شود. تشکر. بسیار تشکر. با یک کامنت اخیر از بانو عظیمی میگیریم و جلسه ما. تشکر توفیق جان. ما وقت دوستان نمیریم، فقط قسمت استفاده از AI. یکی از دوستای ما چند وقت پیش به یک PhD اپلای کردن و دانشگاه و تمام وبسایتایی را که ما آنلاین در cura.com سرچ کردیم گفتن که فعلا AI استفادهش در ترنیتین اضافه شده است و اگر اپلیکیشن تا در ترنیتین به خاطر پلیجاریزم میزنن، باز نشان میده که یک بار AI در اینجا استفاده شده. از او خاطر خوب است که اصلا AI استفاده نکنید در قسمت دیولپ کردن ایسی تان و به خاطر گرامر و کانتنت و ایگاپایت تان اگر محتوا را میخواین کنین، گرامرلی را استفاده کنین. گرامرلی به مراتب استفادهش خوب است تا AI، چرا که در ترنیتن باز ترک میشه و ناحق اپلیکیشن از شما، ایسی از شما، ولی سرش دزدی ادبی لیبل میشه. بسیار تشکر. ما حرفای بانو عظیمی رو تایید میکنم که AI اصلا استفاده نکنین، تا که اصلا استفاده نکنین. قسم که یکی از پرزنترها در یک از جلسات قبلی هم گفتن ما ترجیح میدیم که ایسی 5-6 دانه گراماتیکال میستیک داشته باشن اما AI در او استفاده نشده باشن. دیگه در کل نظرات منفی است در رابطه با استفاده AI و ما برای کسی پیشنهاد نمیکنم از AI استفاده کنه، خصوصا در اپلیکیشنی مانند پرسونال استیتمنت دانشگاه. بسیار تشکر از دوستانی که در برنامه امروز اشتراک کردن. واقعا خوشحال هستیم که تانستیم بازم در خدمت شما باشیم. ما کوشش میکنیم که سلایدها را به زودترین فرصت بعد از این برنامه در خدمت شما قرار بدیم. شما میشه به خاطر استفاده سلایدها با هر یک از پرزنترهای امروز به شمول بانو شهرزاد که اخیراً صحبت کردن با تماس شوین. از طریق لینکدین ترجیحاً و سلایدها در خدمت شما قرار میگیره. در رابطه با ریکوردینگ ما شاید یک روز یا 2 روز با تأخیر در خدمت شما قرار بگیره، اما ما حتما شریک میسازیم و بازم
شما میشد اکانت های ما رو چک کنین ببینین که در کجا ما ایره و نشر رساندیم. بسیار تشکر و وقت خوش. ان شاء الله موفق باشین. آرزوی موفقیت دارم برای همه. اگر دوستان خداحافظی میکنن بفرمایید. تشکر. خداحافظ. تشکر دوستان. تشکر. موفق باشین همگیتان. تشکر. اوقات خوش برای شما تمنا میکنم. موفق باشین دوستا و ممنون از اشتراک.